دوستان گرامی خوش آمدید به درسی زبان انگلیسی. این درس را ما با توضیحات با کلمه های شروع میکنیم که آنها را در زندگی هر روزمان استفاده میکنیم و مربوط به افرادی هستند که به ما نزدیک هستند، هر روز با ما گفتگو میکنند، مثل کلمه های من، تو، او، وی، ما، شما و آنها. همچنین استفاده این کلمه ها را با شکل فعلی هست با هم دیگر میبینیم. امیدوارم شما با شروع این درس دفتری را راه اندازی میکنید و یادداشت میگیرید آن چیزی را که در این درس برایتان پیشنهاد میشود، به خاطری که بتوانید شما محتوای این درس را بعد از تماشا کردن این ویدیو تکرار کنید. من میشود I، تو میشود you، او اگر مرد باشد میشود he، او اگر زن باشد میشود she. حالا ببینیم که کلمه های ما، شما و آنها به زبان انگلیسی چی میشود. ما میشود we، شما میشود you و آنها میشود they. در اینجا یک نکته را توجه کنید که وقتی که ما we تلفظ میکنیم، آوای و در این کلمه مثل آوای و در زبان تاجیکی نیست، بلکه و است. و یعنی ما لبانمان را بیرون کمی میاریم و مثل او تلفظ میکنیم و را. همچنین در کلمه دی آوای ز، اون آوای ز زبان تاجیکی نیست بلکه دی است، یعنی زبان را بین دندان ها میگیریم و حرف ز تلفظ میکنیم که میشود دی. حالا کلمه های من، تو، او، وی، ما، شما و آنها را در زبان های تاجیکی و انگلیسی با فعل بودن یا هست استفاده میکنیم. من هستم که به زبان انگلیسی چی می شود؟ I am. تو هستی که به زبان انگلیسی چی می شود؟ You are. او هست که به زبان انگلیسی چی می شود؟ He is. اگر مرد باشد he is می شود، اما اگر زن باشد چی می شود؟ She is. He is اگر مرد باشد وی. و she is اگر زن باشد وی. در جمله های he is و she is توجه کنید که فعل is نوشته می شود اما is تلفظ می شود. اکنون همین فعل بودن یا هست را با کلمه های ما، شما و آنها استفاده می کنیم. ما هستیم و این در زبان انگلیسی چی می شود؟ We are. شما هستید. این به زبان انگلیسی چی می شود؟ You are. آنها هستند. به زبان انگلیسی آنها هستند چی می شود؟ They are. و حالا کلمه های من، تو،
او، وی، ما، شما و آنها را با شکل فعلی هست در چند جمله عادی استفاده میکنیم. من دانشجو هستم. I am a student. تو دانشجو هستی. You are a student. و یا او دانشجو است. He is a student اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم she is a student. من معلم هستم. I am a teacher. تو معلم هستی. You are a teacher. و یا او معلم است. He is a teacher اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم she is a teacher. من مدیر هستم. I am a manager. تو مدیر هستی. You are a manager. و یا او مدیر است. He is a manager اگر مرد یا پسر باشد. اگر زن یا دختر باشد میگوییم she is a manager. ما مدیر هستیم. We are managers. شما مدیر هستید. You are managers. آنها مدیر هستند. They are managers. ما دانشجو هستیم. We are students. شما دانشجو هستید. You are students. آنها دانشجو هستند. They are students. اگر توجه کنید ما می نویسیم I am a student اما میگوییم we are students. استفاده کلمه student در این دو جمله رو ببینید. در I am a student آخری کلمه s ندارد اما در جمله we are students در آخری کلمه s آمده است و معنای students دانشجوها و دانشجویان است. به خاطر چی دانشجویان است؟ به خاطر آنکه به انگلیسی میخواهد بگوید ما دانشجویان هستیم یا you are students شما دانشجویان هستید یا they are students آنها دانشجویان هستند. اما همان گونه که میدونید در زبان تاجیکی ما میگوییم ما دانشجو هستیم یعنی ما دانشجویان هستیم گاه میگویند اما زیاد به این شکل استفاده نمی شود یا میگویند شما دانشجو هستید نمیگویند که شما دانشجویان هستید. یعنی تفاوت زبان انگلیسی از زبان تاجیکی این است که در این حالت ها کلمه در شکل جمع یعنی بسیاری می آید. ما میگوییم we are students ما دانشجویان هستیم. You are students شما دانشجویان هستید و they are students آنها دانشجویان هستند. همین گونه هم در این جمله های پایین اگر ببینید کلمه معلم را چگونه استفاده شده است. میگوییم I am a teacher من معلم هستم. You are a teacher تو معلم هستی. He she is a teacher او اگر مرد باشد he و اگر زن باشد she is a teacher یعنی او معلم است. اما میگوییم we are teachers در آخر کلمه teacher s را اضافه میکنیم که معنایش میشود ما معلمان هستیم. اما در تاجیکی ما میگوییم ما معلم هستیم. یا در جمله دیگرش you are teachers که معنایش شما معلمان هستید و در جمله سیوم they are teachers آنها معلمان هستند. در همه این جمله حرف s در آخر کلمه teacher اضافه شده است. همین گونه هم کلمه manager I am a manager من مدیر هستم. You are a manager تو مدیر هستی. He she is a manager او مدیر است و we are managers یعنی ما مدیران هستیم. You are managers شما مدیران هستید و they are managers آنها مدیران هستند. برای همین هم در کلمه manager در آخرش حرف s در همه این جمله ها اضافه شده است که معنایش می شود مدیران managers مدیران. اما در تاجیکی چی میگوییم؟ میگوییم ما مدیر هستیم شما مدیر هستید آنها مدیر هستند.
و حالا توجه شما را به یک نقطه کوچک دیگر جلب میکنم که این استفاده حرف A پیش از کلمه های student، teacher و manager در مثال هایی است که ما از اونها استفاده کردیم در این درس. A student، a teacher و a manager. این حرف A را که پیش از این کلمه ها آمده است در زبان انگلیسی indefinite article میگویند و در زبان فارسی آن را حرف تعریف میگویند. اما زبانشناسای ما این مفهوم را از زبان روسی که به زبان روسی نیاپریدیلون آرتیکل گفتند ترجمه کردند و در زبان تاجیکی رایج شده است که ارتیکلی نامعینی بگویند و این ارتیکل نامعینی پیش از کلمه ها A تلفظ می شود. A student، a teacher، a manager. در درس های بعدی درباره این حرف تعریف یعنی حرف تعریف A که پیش از کلمه ها می آید برایتان تفصیلات بیشتر را ارائه خواهیم کرد. دوستان گرامی، اگر این ویدیو خوشتان آمده باشد شما می توانید تکمه لایک را در یوتیوب پخش کنید و اگر دلتان بخواهد آن را می توانید با دوستانتان هم رسانی بکنید، یعنی یا اینکه سلکش را به زبان روسی بگوییم برای دوستانتان بفرستید تا اینکه آنها هم از این درس ها بتوانند استفاده بکنند، کودکاشون استفاده بکنند، اهل عائلهشون استفاده بکنند که این درس ها کمک برای مردم کرده توانسته باشند. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتان.